خانم رسولی قشنگ گوش بدید که واسه بار چهارم دیگه طلاق نگیرید. ببینید کارایی که شوهرتون دوست داره هیچ وقت انجام ندید. مثلا غذایی که دوست داره هیچ وقت شما درست نکنید و برعکسش کارایی که دوست نداره همون رو انجام بدید. مثلا لباسی که دوست نداره شما همون رو بپوشید. وقتی میرید خانواده شوهرتون سریع پا نشید برید ظرفا رو بشورید. مگه شما کلفتی یا خزیدم به شما ربطی نداره. وقتی میرید مهمونی با شوهرتون تا جایی که راه داره معطلش کنید. بعد وقتی رفتن دم در دیگه تو عمل انجام شده قرار گرفتن. اینجا بهترین زمان واسه وقت کشی تا جایی که دیگه حرسش در بیاد یه حرفی بزنه به شما. این حرفو 1000 برابر بزرگ میکنید، یعنی تا نقطه طلاق هم ببرید. هم بحث و ادامه ندادن که چه بهتر ریدید تو اعصابش، با همین حال و هوا میبریدش مهمونی. خریدای اضافه خیلی مهمه. اگه میخواید خیانت نبینید جیب شوهرتون رو کاملا خالی کنید. اگه میخواید زندگی موفقی هم داشته باشید منطق و کامل بذارید کنار. ببینید زندگی مشترک دقیقا مثل همین موها میمونه. یعنی باید تو صافش کنی، فرش کنی، کوتاش کنی، بلندش کنی، رنگش کنی تا اینکه از ریخ نیفته. عزیز من گذشت نکنید و اگرم کردی حوود دم در منتظرت. ندا جون شوهرت 1 ساعت دیگه معطله، بستشه.